3 ترس رایج هست که اکثر آدم ها برای شروع فستینگ با اون ترس ها روبرو میشن و مانع شروع فستینگشون میشه. ترس اول اینه که میگن اگر غذا نخوریم داریم به بدنمون گشنگی میدیم. در واقعیت اصلا همچین چیزی نیست و به طور علمی چیزی جز این ثابت شده. اینکه شما وقتی توی تایم مشخص و توی زمان مشخصی غذا نمیخورید دارید به بدنتون فرمان میدید که هیچ خبری از غذا و خوراکی نیست و لطفاً برو سراغ چربی هایی که ذخیره کردی. من میخوام از شر اون چربی ها خلاص بشم. ترس دوم به خوردن آب و دارو و ویتامینا و هر چیز ضروری که نیاز دارن برمیگرده. خیلی‌ها به اشتباه فکر میکنن که اگر فستینگ بگیرن نباید در طی 16 ساعت، 14 ساعت و 12 ساعت چیزی بخورن، حتی آب، حتی داروهاشون و حتی قرصهاشون. و اصلا همچین چیزی نیست. در تایم فستینگ و در زمان روزه‌داری شما مجاز به آب خوردنید و اصلا آب خوردن از واجباته. آب باید زیاد میل کنید. این یه چیز خیلی طبیعیه و اصلا ترسی بابتش نداشته باشید. شما میتونید در کنار آب قهوه، چای، کافئین و حتی داروهاتون رو مصرف بکنید بدون هیچ مانعی. و ترس سوم به سوخت قند برمیگرده، چون با روزه متناوب سوخت بدن از قند به کتون تبدیل میشه. همین خیلی ها رو نگران کنه، در صورتی که اصلا جای هیچ نگرانی نیست، چون بدن هوشیاره، آگاهه و گلوکوز جدید میسازه. پس شما اصلا نگران بدنتون نباشین.